خب قبل اینکه بریم گوش بدیم ببینیم چی میگن، میخواستم یه دیسکلیمر بدم. اونم این که من واقعا در این لحظه نه طرفدار اسرائیلم نه طرفدار فلسطین. خبرها رم خیلی 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 کم دنبال کردم تا جایی که امروز سر کار داشتن صحبت میکردن. من اصلا هیچی در موردش نمیدونستم. برای همین امروز که اومدم خونه خواستم کارامو انجام بدم، گفتم که اوکی بی بی سی رو همینجوری توی بک‌گراند گذاشتم حرف بزنه، من خودم کارهای دیگه ما انجام دادم که ببینم چه اتفاقی افتاده. مخصوصا مثل که اینجام نوشته یه انفجار توی بیمارستانی توی غزه بوده که 471 آدم مردن. خب بعد مقصر معلوم نیست کیه. من داشتم همینجوری کارام میکردم، حرفا رو میشنیدم توی بک‌گراند، داشتم گوش میدادم. یه اسرائیلی اومد گفتش که کار ما نیست و یه مقام بالایی هم داشته قبلا. بعد من گفتم این چه حرفایی داره میزنه، این چه استدلالاییه که داره میاره. توی یه تلویزیون رسمی خیلی مهم اومده در مورد اتفاق خیلی خیلی مهمی میخواد صحبت کنه و اون اتفاق رو برای آدم‌های مثل من توضیح بده. همینجور نشستم داشتم گوش میدادم، اصلا یه سری حرفینا رو شنیدم پشمام ریخت واقعا. برای همین تا آخر رو گوش ندادم، گفتم بیام این رو ریکورد کنم. نمیدونم چقدر طولانیه، امیدوارم که واقعا نباشه، چون این برنامه های بی بی سی تا جایی که من میدونم مصاحبه هاشون طولانی نیست. حالا من دوباره میگم میخوام بدون هیچ سوگیری، فقط برای این که چجوری حرفای یک مقام رسمی، چه اسرائیلی چه ایرانی چه فلسطینی، هر کدوم رو بخوایم گوش بدیم با هم و تحلیل کنیم، اومدم این ویدیو رو ضبط کنم که یک آدمی مثل من که کم نیستن و اطلاعات سیاسی زیادی ندارن، مثلا در مورد اسرائیل فلسطین، چجوری حرفای یک نفر که میاد براش صحبت میکنن رو تحلیل میکنه. خب بریم حالا ببینیم چی میگن. نوری بتابونیم بر اون شواهد و مدارکی که وجود داره، گرچه به طور مستقل نمیتونیم تایید بکنیم که روایت کدوم طرف دقیق هست، اما سرتیپ امیر آویوی، معاون پیشین فرمانده لشکر غزه در ارتش اسرائیل و مدیر مرکز امنیت و دفاع اسرائیل از مدیر مرکز امنیت و دفاع اسرائیل خیلی نقش مهمی داره. تل‌آویو به ما پیوسته تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای آویوی، چرا فکر میکنید که روایت شما رو طرف فلسطینی و همینطور اکثر کشورهای عربی و رهبران کشورهای عربی قبول نمی کنند، این که اون حمله از طرف جهاد اسلامی بوده؟ ما به همه دنیا 100% این مدارک رو نشون دادیم که سازمان جهاد اسلامی فلسطین این موشکی رو شلیک کرد که برای این بیمارستان فرود آمد. اصلا سوالی در این باره وجود نداره. تا همین الان 135 موشک و راکت از طرف حماس و جهاد اسلامی در غزه کار نکردند. اونها این موشک‌هایی رو که دارن درست میکنن خب خیلی از ظرفیت بالایی برخوردار نیستن. اونها که به مردم خودشون شلیک میکنن. اوکی، اگر هیچ سوالی دیگه وجود نداره، هیچ شکی وجود نداره، همینجور بیاد بگه آقا این مدرک کل دنیا بیاید، بزرگترین مدرکمون، هیچ شکی دیگه نمونده، بیاید. خب چرا این رو نمیاره؟ همون رو اول بگه ما بشنویم. فکر کنم تنها چیزی که داشتن یک صدای ضبط شده بوده. مردم خودشون رو میکشتن، ازشون به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، اجازه نمیدن که از مهلکه جنگ بگریزن و کارهای وحشتناک میکنن. خب طبیعیه که چنین موشکی هم بسازن که عمل نکنه. میگه اینا آدمای خودشون رو میکشن، بعد یه همچین موشکی هم میسازن که عمل نمیکنه. اصلا ببینید از هیچ ربطی به هم نداره این دو قضیه. یعنی نتیجه گیری رو میبینید. گزارش اینه که اینها مردم خودشون براشون مهم نیست،
نتیجه گیریش میشه که پس موشکی میسازن که عمل نمیکنه. خیلی عجیبه. همین امروز ما یک بدن یک بچه 4 ساله رو پیدا کردیم در یک خیابان بنبستی که فرار کرده بود از دست تروریستا دنبالش دویدن، پیدا کردن و کشتنش و جنازش رو آتیش زدن. این حیوانایی است که ما باشون رفتار بکنیم. این هم داره به احساسات مردم چنگ میندازه که بگی مردم احساساتی بشید، اینا خیلی وحشی هستن. حالا اوکی وحشیان یا نه کاری ندارم، موضوع این نیست. موضوع اینه که اگر شما میگید که اونها این کار رو کردن، مدارکتون چیه؟ این که اینا مثلا یه بچه رو کشتن، اوکی خیلی کار زشتی کردن، ولی چه ربطی داره که موشکی بسازن که بر 4300 نفر رو بکشه؟ میتونه تشدید کنه اون رو، ولی خب اینجوری که این گفت ما همه مدارک رو ارائه دادیم، هیچ شکی باقی نمونده، دیگه این چه حرفایی میزنه؟ بیرحمی اینا واقعا توصیف نداره. همه ما اون روز شنبه، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، دلیل این که بسیاری نمیتونن روایت اسرائیل رو قبول بکنن این هست که اسرائیل سوابقی داره در هدف قرار دادن مدرسه ها. همین دوشنبه مدرسه ای رو در کمپ پناهجویان مغازی مورد حمله قرار داد اسرائیل، در اون 6 نفر کشته شدن، 10 نفر زخمی شدن. میبینید وقتی که ما، حتی من خودم این رو نمیدونستم، موقعی هم که گوش دادم نشنیدم این رو، وقتی که ما چیزی رو هم نمیدونیم چقدر حرفای اونا بیشتر تاثیر میذاره. اون میگه آقا اونا وحشی هستن، اصلا خودشون میکشن، آدم میکشن، اصلا براشون مهم نیست، موشک هم که میسازن میزن تو سر مردم خودشون، اصلا کارم نمیکنه موشکاشون. بعدشون میگه که آقا شما اصلا این دوشنبه هفته پیش به یه مدرسه حمله کرد، مدارکش هم موجوده. سازمان ملل گفته بود که ما دقیقاً گفته بودیم که اینجا مدرسه است و هزاران نفر اومدن اونجا پناه آوردن و دارن. شاید حملات این چنینی هست که روایت رو غیر قابل قبول میکنه. اسرائیل هرگز عمدن به غیر نظامیا حمله نمیکنه. هرگز در یک جنگ شاید شما اشتباه بکنید. این که میگه اسرائیل به هیچ شهروند نظامی هرگز حمله نمیکنه، این که قضیه همون منبعت کجاست، trust me bro، یعنی اوکی واقعا شاید این کار نکنه، خب ولی این که میای توی تلویزیون اینجوری میخوای برای یک آدمی استدلال بیاری متقاعدش کنی، انگار داری اون آدم رو بیشتر گاو فرض میکنی، یعنی فکر میکنی که اون آدم هیچی نمیفهمه. مثلا یه همچین تهمتی به من بزنن، بعد من بیام شفاف سازی کنم بگم نه من هیچ وقت این کار نمیکنم، باور کنید. خب شما معلومه که باور نمیکنید حرف من رو. اگر هم حرف ایشون رو باور میکنید، از سر یک سری سوگیری های دیگری است که حرف ایشون رو باور میکنید، وگرنه تا حالا که هیچ دلیل و هیچ حرف درست حسابی واقعا نزده. به غیر نظامیا حمله نمیکنه. هرگز در یک جنگ شاید شما اشتباه بکنید، اما فرق هست بین خب الان میگه که فرق هست، یعنی احتمالاً اشتباه کردیم که اون مدرسه رو زدیم. خب شما استدلالتون همینه که حماسیام اشتباه کردن که اون بیمارستان رو زدن، پس چرا این همون دلیل نمیتونه باشه که شما میتونید اشتباه کرده باشید که اون بیمارستان رو زده باشید؟ مدانه به آدم ها تجاوز بکنید، سر بچه ها رو ببرید و یک اشتباه مرتکب بشید. اون کار آمدانه کاری هستش که حماس میکنه. فرق اون رو ببینید با اسرائیل، برخوردار از بهترین ارتش دنیا که بتونه با نقطه زنی و دقت شدید به دشمنانش حمله بکنه. و فراموش نکنید ما در یک جنگ هستیم. در حال حاضر اسرائیل همه کارش رو درست انجام داد. شاید در این جنگ بعداً شاید بله اشتباهاتی هم اتفاق بیفته، ولی اگه اتفاق بیفته اشتباهه. فرق بین اشتباه و اینکه شما آگاهانه به آدم ها تجاوز بکنین، غیر نظامی ها رو بکشین و
غیر نظامیان رو هدف گلوله قرار بدیم. آیا ممکن نمیفهمم واقعا میخواد چی رو الان به مردم اصلا نمیفهمم که چرا اومده واقعا مصاحبه کرده. یعنی اصلا اگر نمی اومد بهتر بود، چون اگر دفاع نکنی خیلی بهتره تا اینکه یک دفاع اشتباه بکنی. دفاع اشتباه حتی باعث میشه اونایی هم که حتی باهاتون موافقن مخالفتون بشن. مثل همین فمینیسم و از اینجور چیزا، یک سری زنها میان یک سری حرفای عجیب غریب میزنن از فمینیسم، یک دفاعهای عجیبی میکنن که حتی خود زنها الان بدشون میاد از این جنبش حمایت از زنان. برای همین اگر فکر میکنیم که جایی نمیتونیم درست حسابی دفاع کنیم، واقعا دفاع نکنیم کلا. آیا ممکنه که در این مورد هم اشتباهی از طرف اسرائیل شکل گرفته باشه؟ چون در مواردی بوده که قبلا هم اسرائیل افرادی رو 100% به شما میگم نه، شما هم خودتون میدونین، حتی اگه این سوال از من میکنید، برای اینکه ما تمام شواهد و مدارک رو دادیم، عکس‌ها رو حتی نشون دادیم، ما حتی نوار صوتی سازمان جهاد اسلامی و حماس رو منتشر کردیم. اصلا سوالی درباره این سند و مدارک نیست. ولی خب در کشور عربی یعنی الان کل دنیا احمقن که دارن سوال میپرسن. یعنی اینا همه چی رو 100% رو کردن و الان سازمان ملل و مثلا BBC و همه دنیا نمیفهمن که این مدارک هیچ شکی توش وجود نداره. خیلی عجیبه این همه نفهم تو دنیا، چون میبینی که با چه اعتماد به نفسی میگه اصلا این سوالا چیه؟ احمقی مگه این سوالا رو ازم میپرسیم؟ ما مدارک ارائه دادیم، عکس ارائه دادیم، نوار صوتی ارائه دادیم، دیگه بیشتر از این میخوای؟ 430 نفر مردن، کشتن اونا، تمام. اونش مشکلی با دروغ گفتن ندارن، برای این سند و مدارک نیست. ولی خب در کشور عربی اونش مشکلی با دروغ گفتن ندارن. گفت کشورهای عربی، خب این خیلی تعمیم به همه کشورهای عربیه که دروغگو هستند و یکم نجات پرستانه هستن. فکر کنم یه فرویدیان سلیپی اینجا انجام شد، از دهنش در پرید. یعنی چیزی که واقعا بهش باور داشت رو گفت، با اینکه اصلا حرف درستی نبود و نباید میزد به نظر. چون مثل اینه که مثلا حالا کشور ایران یه کار بد بکنه، بعد یکی باش بیاد وارد جنگ بشه بگه همه کشورهای فارسی زبان دروغ میگن، همه‌شون لاشیان. خب این درست نیست دیگه. اینکه به نفعشون هست دروغ بگن، ولی باید شما همیشه حقیقت رو یاور خودتون بکنید. در اینی که ما چند سال اینجاش درسته، میگه همیشه حقیقت رو یاور خودتون بکنید. به مسئله صحبت کردیم برای که ما آدم‌های جدی هستیم، ما الکی حرف نمیزنیم. ببینید دقیقاً چی شده. برای همون هستش که راستی آزمایی آقای آوی، متاسفانه راستی آزمایی اون ویدیوها، اون فایل صوتی و همه اینها چندان کار آسانی نیست و به همین دلیل است که شاید و به دلیل حملات اسرائیل دسترسی هم به اون منطقه غیر ممکن هست. اما یک چیزی که به طور قطعی میتونیم بگیم این که هزاران نفر به دلیل حملات هوایی اسرائیل که مناطق مسکونی رو هم هدف قرار میده به پارکینگ این بیمارستان پناه آورده بودن. کار هر گروهی باشه به هر حال میبینید که اینجا غیر نظامیان دارن هدف گرفته میشن، غیر نظامیان دارن از بین میرن. چرا راه خروجی برای اونها فراهم نمیشه و چرا فکر میکنید که این قضیه متوقف نمیشه؟ ما بهشون گفتیم که برن به مناطق جنوب غزه. حماس اجازه نمیده که اونها برن به جنوب غزه. حماسه که جاده ها رو داره خراب میکنه، حماسه که داره از اون مردمان سپر انسانی استفاده میکنه، حماس هستش که مسئول آخرین قطره خونی هست که بر مترجمم زیادش میکنه، چون لحن خودش نمیدونم انقدر تنده، اصلا هیچی نمیشنوم از صدای اورجینالش، ولی مترجم خیلی نفسش بند اومد. روی خیابان‌های غزه ریخته میشه. حماس بدون که هیچ تحریک از طرف ما باشه
حمله کرد و غیر نظامیان سالمندا بچه‌های ما رو هدف قرار داد. 200 تا گروگان گرفت، آدم‌های زن و بچه مردم اینها رو به گروگان گرفت. و من این رو به شما میگم که ما داخل غزه خواهیم شد و ما این تشکیلات رو کامل نابود خواهیم کرد و وقتی کارمون تموم بشه، وقتی این عملیات تموم بشه، دیگه چیزی به اسم حماس وجود نخواهد داشت، چیزی به اسم سازمان جهاد اسلامی وجود اوکی، درست، به احتمال زیاد این کارم میکنید، ولی حالا سرانجام این کار درست یا غلط نمیدونم، اما 100% باید این رو هم در نظر بگیرید که خیلی آدمای بیگناه رو هم میکشید در این راه، یعنی اصلا کشته میشن، غیر قابل انکاره که بگی ما حتما اونا رو از بین میبریم. خیلی هم دقیق عمل میکنیم. 100% جای بکنم تا الان حدود 3-4 هزار تا مردن، خیلی بیشتر کشته میشن از هر دو طرف ها. از اسرائیلی هم قراره خیلی کشته بشن، چون اونام 100% وقتی جون خودشون رو در خطر ببینن یا موقعیت خودشون رو، حتی نه فقط جون خودشون رو، موقعیت خودشون رو در خطر ببینن، دیدیم که میان آدم میکشن، اینا هم از این ور آدم میکشن. یک سری آدمن که به جون هم افتادن، هر دوتاشون هم میگن حق با ماست. بعد وقتی هم میان از دو طرف برای ما استدلال میارن، برای ما آدمای معمولی که آدم نمیکشیم، واقعا عجیبن. دو طرف رو میگم و نه فقط ایشون. خیلی جای تأسفه که همچین آدم های از دو طرف دارن در رأس قرار گرفتن. تأسفم نخواهد داشت، هیچ چپ نظامی وجود خواهد داشت، هیچ زیر ساخت تروریسم هم وجود نخواهد داشت، فقط غیر نظامیان خواهم بود. و کاری که الان میخوایم بکنیم اینه که اطمینان حاصل بکنیم غیر نظامیان برن به جنوب، مصری ها مرز رو باز بکنن که اونا بتونن برن. میدونین در جنگ بین روسیه و اوکراین وقتی میلیون ها اوکراین میخواستن از کشور خارج بشن به خاطر جنگ، تمام کشورها مرزشون رو باز کردن. چرا مصر مرزش رو باز نمیکنه؟ چرا فلسطینی‌ها؟ یه استدلالی که شنیدم هم قبل همین ویدیو بود، قبل همین مصاحبه بود، شنیدم از یکی از این گزارشگرای، یه خانم هست که همه جا میره توی خاورمیانه، خیلی معروفه، خیلی هم کارش درسته. گفتش که یکی از برنامه به نظر اینه که میخوان غیر نظامی ها رو به صورت کامل فلسطینی ها رو از فلسطین بندازن بیرون، بعد مثلا توی کشورهای عربی دیگه یک کشور برای خودشون بزن، با اونا قاطی بشن، اسرائیل هم کلا بشه اسرائیل، یعنی فلسطین و اسرائیل با هم اتحاد بشه اسرائیل کلا. جالبه. در غزه زندانی کرده. این چه جور کشور عربی هستش که فلسطینی‌ها رو در غزه زندانی میکنه؟ چرا این کارو داره میکنه؟ ما باید فشار بیاریم به مصر که گذرگاه مرزی رو باز بکنه، اجازه بدیم اینا خارج بشن. البته آقای آوی، مصر میگه نمیتونه رفح رو باز بکنه به این دلیل که حملات هوایی اسرائیل متوقف نمیشه تا اونها بتونن این کار رو بکنن. ولی ممنونم از وقتی که به ما دادید. سرتیپ امیر آوی، معاون پیشین فرمانده لشکر غزه ارتش اسرائیل و مدیر مرکز امنیت و دفاع اسرائیل با ما. اما درباره این انفجار چه اطلاعاتی داریم و وجود داره که خب مثل که تمام شد بچه. هر موقع خبری کسی اومد مصاحبه کرد، کسی اومد هر چیزی رو برای شما توضیح داد، سعی کنید قبل هر چیزی سوگیری رو به صورت کامل بذارید کنار. خیلی سخته، خیلی سخته آدم سوگیری های خودش رو بشناسه، اما آروم آروم شروع میکنه دیگه. یه جایی رو شناسایی میکنه، میگه او اینجا سوگیری دارم، این رو در دفعه بعد باید بذارم کنار. اینجا مثلا احساسات هم زده بالا، باید کنترل احساسات داشته باشم. همه اینا رو بذاریم کنار و به صورت ابجکتیو به قضیه نگاه کنیم. یعنی نمیدونم ابجکتیو واقعا فارسیش چی میشه، اما به صورتی که اون رو کلن یک پدیده جدا از خارج ذهنمون ببینیم و اون رو بررسی با منطق میتونیم اون رو مورد بررسی قرار بدیم. هر کجا میشه این کار رو انجام داد. در هر چیزی که شما میبینید میتونید این کار رو انجام بدید، غیر از کانشسنس یا خودآگاه خودتون.
چون خودآگاه رو نمیشه به صورت ابجکتیو بررسی کرد. امیدوارم که هدف من رو فهمیده باشید. کاری که دارم انجام میدم اینه که توی ویدیوهام بیام مسائلی که خیلی توی ایران سوگیری نسبت بهش هست رو و خودم هم دارم تا حد زیادی رو واقعا دارم، برای تمرین این ویدیوها رو ضبط کنم و آپلود کنم و نظر شما رو تا حدی بدونم. تا اینجا فکر کنم بزرگترین ویدیو سهراب ام جی بود که 3 نفر، خیلی جالبه. من خیلی کم بازدید دارم، فکر کنم حدود کلا بزرگترین بازدیدم 110 تا 120 تا همون ویدیو سهراب ام جی. 15 تا بازدید که خورد، 3 تاش مثبت بود، کامنت گذاشته بودن و بعدش 2 تا منفی گرفتم. خیلی خوبه. یعنی این نشون میده که اگر منطقی مسائل رو مورد بررسی قرار بدی، حتی اونایی که سوگیری هم دارن نمیان سریع بهت فوش بدن. همین برام جالبه. حالا بریم تا ویدیوی بعدی.